در ناحیه عبدالرحمن جامی وابسته به آموزش و شرح و توضیح نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با اشتراک رهبریت کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با فعالان و ساکنان ناحیه برگزار گردید. همچنین در این روز اکسیای سرسبزی وطن مرام ماست راه اندازی کرده شد. گزارش همکاران ما در این خصوص. هدف و نقشه‌هایی که از پیام راهنمای پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت تامین سرسبزی محیط اطراف و وسعت بخشیدن تازه‌کاری‌ها در قلمرو مملکت از جمله جماعت‌های شهرک و دهات برمی‌آید در عمل تطبیق می‌گردد. در ناحیه عبدالرحمن جامی در دایره واخوری معاون اول حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با رئیسان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان و شهر و ناحیه‌های منطقه باختر اکسیای حزبی زیر عنوان سرسبزی وطن مرام ماست تشکیل و گذرانده شده. دهها بیخ نهال‌های همیشه سبز آرایشی در داخل باغ مرکزی ناحیه شینانیده شد. در دایره این اکسیه حزبی مسئولین از اشتراکداران اکسیه والنتیران که اکثرا جوانان فعال و تشبثکار ناحیه بودند دعوت به عمل آوردند که چنان پیشوای معظم ملت پیوسته ذکر می‌دارند همیشه در اندیشه اندوختن علم و دانش و سهمگذاری در رشد وطن باشند. نقش خود را با عمل و نقشه‌های نیک و سازنده در آبادی و سرسبزی میهن گذارند. در تالار بر هوای کاخ فرهنگ همایش حزبیان با رهبریت ناحیه رهبران تشکیلات و مؤسسه‌ها فعالان و ساکنان دایر کرده شد. رهبریت ناحیه ضمن سخنرانی عاید به نکته‌های مهم پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برآمد نموده تطبیق عملی هر یک دعوت و هدایتی که در این پیام درج گردیده است از وظیفه‌های محوری اهل جامعه حسابیدند. ذکر گشت که ضمن ارائه پیام به مقام عالی قانونگذاری مملکت مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت در برابر بیان دیگر مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور همچنین از وضع حساس جامعه جهانی یادآوری نموده یکی از راه‌های اساسی حمایت ملت و دولت را در شرایط پرتضاد جهانی شوی بر رشد ساحه معارف بلند برداشتن اقتدار اقتصادی ساحه‌های گوناگون و افضلیت‌ناک اقتصاد ملی فراهم آوردن شرایط برای زندگی شایسته ساکنان کشور مربوط دانستند. به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی بنیاد و ساختمان نیروگاه‌ها به خصوص بزرگترین نیروگاه آبی برقی در کشور راغون بیان نظر کرده شد. وابسته به گزارش به رقمی کنونی ساحه‌های اقتصادی ملی جهت تامین نمودن شفافیت مناسبت‌های اقتصادی و مالیوی اظهار نظر نموده گفته شد که در این جهت تاجیکستان قدم‌های استوار می‌گذارد. ذکر گشت که در پیام نوبتی پیشوای ملت عاید به پیشبرد اقتصادی رقمی تکمیل فوری زمینه‌های حقوقی و قبول سندهای دخلدار در سمت گزارش به اقتدار رقمی تا شبکه‌های 5G انکشاف دادن اینفراساختور رقمی رشد مرکزهای کارکرد معلومات تأسیس مخزن مکمل ملی معلومات رقمی کنونی پروژه خدمت‌رسانی‌های دولتی و تشکیل مخزن یگانه خدمت‌رسانی‌های دولتی رشد سرمایه انسانی با راه آموزش و بازآموزی کادرها دایر به تکنولوژی‌های اطلاعاتی در داخل و خارج کشور و بلند برداشتن معرفت استفاده تکنولوژی‌های رقمی استفاده وسیع ذهن صنعی در پیشنهاد خدمت‌رسانی‌ها و نظام بقایتگیری دولتی اندیشیدن چاره‌ها در سمت تامین نمودن امنیت کیبری مخزن‌های معلومات تشکل دادن صاحبکاری رقمی و رشد سودای الکترونی و وسعت بخشیدن به روندهای اینوواسیونی و استفاده همه‌جانبه امکانیت‌های تکنولوژی‌های رقمی در اقتصادیات بیان نظر نموده سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلام نمودند که در حالت تطبیق عملی این هدف و نیت‌های نیک و دورندشانه امکان واقعی رشد به میان می‌آید. در همایش تاکید گردید که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برای هر یک شهروند کشور همچون راهنما به سوی آینده درخشان می باشد. در قسمت دیگری همایش در وضعیت خاطرماند چندی از فعالان حزب که در تبلیغ هدف و غایه‌های حزب پیشاهنگ جامعه حصه گذارند با مدال جشنی 30 سالگی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و افتخارنامه‌ها سرفراز گردیدند. حسن‌زاده اویمو، اسکندری دولت، نموزلی ارگش برای برنامه اطلاعاتی اخبار از ناحیه عبدالرحمن جامی.